توکن های پاس همونطور که میدونید به صرافی‌ها واریز شده و خیلی ها میگن مایی که در واقع این صرافی‌ها رو نداشتیم تا بهش برداشت بزنیم، صرافی‌های مانند بای بیت، بیتگت خب به این صرافی اجازه میداد تا برداشت کنن و خیلی ها پرسیده بودن که ما چطوری میتونیم همون اوایل بفروشیم، که در این ویدیو بهتون کامل توضیح میدم. همونطور که میبینید من الان داخل صرافی مکسی هستم و خودم بدون احراز هویت با این صرافی خیلی وقت کار میکنم. ببینید اصلا وریفای شده نیست و قبلا هم توضیح دادم که ما چطوری بدون KYC میتونیم با این صرافی کار کنیم. حتما نکاتی که در ویدیو بهتون میگم رعایت کنید تا بتونید همون اوایل اگر قصد فروش توکن خودتون رو داشتید در این صرافی بفروشید و همچنین توضیح میدم چه نکاتی رو باید رعایت کنید تا بتونید توکن های خودتون رو برداشت بزنید. خب برای برداشت اگر اول بخوام توضیح بدم، اولین کاری که شما باید انجام بدید وارد گوگل بشید و جستجو کنید مای IP آدرس. اولین وبسایتی که براتون میاره اطلاعات IP شما رو در واقع به اشتراک میذاره و بهتون میگه که شما در حال حاضر از چه IP و از چه کشوری دارید استفاده میکنید. خب IP که در حال حاضر من استفاده میکنم IP دبی هست. چرا باید اینو بررسی کنیم؟ چون یک سری از کشورها مجاز نیستن. شما اگر با اون IP وارد وبسایت پاس بشید احتمال داره که موقعی که شما اکانت تلگرام خودتون رو متصل کردید توکن‌های شما رو در واقع بسوزونه یا شما رو مسدود کنه، چون قبلا تذکر داده و گفته که نباید با IP یک سری از کشورها وارد بشید که من لیست اون کشورها رو حتما در تلگرام میذارم که شما مشاهده کنید. IP های مجاز مانند در واقع دبی، کشور مانند ترکیه، انگلیس، هند، اینا مجازن که شما باید با این IP ها وارد بشید. خب وقتی از IP خودتون مطمئن شدید ما وارد وبسایت رسمی پاس میشیم و خودش گفته که باید حداقل مقداری از در واقع سولونا داشته باشید تا بتونید توکن‌های خودتون رو کلیم کنید. احتمال داره مثلا 1 ساعت 2 ساعت یا مثلا همین امشب اجازه بده که ما توکن‌های خودمون رو به کیف پول در واقع کلیم کنیم. خب وقتی وارد وبسایت میشیم ما اگر در واقع قسمت داشبورد رو بزنیم اینجا میگه که به تلگرام متصل بشید. اولین گزینه رو شما بزنید، شما رو هدایت میکنه به تلگرام. خب ما رو که هدایت کرده تلگرام یه ربات باز میشه تا در واقع اکانت ما رو وریفای کنه. وقتی اکانت شما